فکر کن فقط 6 ماه وقت داری تا مکالمه انگلیسی رو یاد بگیری. شاید اولش غیر ممکن به نظر برسه، نه؟ خب راستش رو بخوای قرار نیست که انگلیسی رو توی این مدت یاد بگیری، اما میتونی توی 6 ماه به سطحی برسی که راحت حرف بزنی و منظورت رو واضح برسونی. یعنی میتونی کاری کنی که توی موقعیت‌های واقعی با اعتماد به نفس انگلیسی صحبت کنی. حالا سوال اینجاست، چطور میتونی این کار رو انجام بدی؟ راه حل چیه؟ چه تمرینایی باید انجام بدی؟ به نظرم تا آخر این ویدیو با ما باش، چون قراره 5 تا عادت روزانه خیلی ساده ولی بی نهایت موثر رو بهت یاد بدم که در صورتی که هر روز به صورت مداوم تکرارشون کنی در عرض کمتر از 6 ماه، حتی خیلی کمتر، مطمئنا سطحی که الان هستی خیلی بالاتری و راحت میتونی منظورت رو تو صحبت کردن برسونی. اینجا آکادمی دیده و تمرکز ما روی آموزش زبان با هوش مصنوعیه. ما نه تنها بهت یاد میدیم چطور به صورت خودکار انگلیسی رو یاد بگیری، بلکه کلی دوره‌های مختلف حضوری و آنلاین و بسطه‌های آموزشی هم داریم. ما تجربه 15 سال تدریس زبانمون رو یه جا به شما ارائه میدیم. نظرم کانال ما رو سابسکرایب کن تا ویدیومون رو گم نکن. اما 5 تا عادتی که قراره معجزه کنه. اولین عادت نوشتن دفتر خاطرات یا همون جرنالینگه. شاید بپرسید دفتر خاطرات نوشتن چه ربطی به یادگیری مکالمه داره؟ بذار برات توضیح بدم. ببین، جرنالینگ یعنی هر روز وقت بذاری و چیزایی که به انگلیسی تو ذهنت میاد رو بنویسی. لازم نیست متن خیلی طولانی باشه یا دنبال کلمات سخت بگردی. ساده شروع کن. میتونی درباره روزی که داشتی، برنامه‌ای که برای آینده داری یا حتی احساساتت بنویسی. اینجوری هم دایره لغات تقویت میشه، هم با جمله سازی و گرامر راحت تر میشی. در واقع ژورنالینگ ورژن سرعت پایین اسپیکینگه که توش یاد میگیری قبل از اینکه خیلی سریع حرف بزنی آهسته آهسته جمله سازی کنی و حرفای روزمره رو به انگلیسی بنویسی. حالا کجا بنویسی؟ دفتر داشته باش یا حتی توی نوت گوشیت بنویس. مهم اینه که هر روز این کار رو انجام بدی. بهترین زمان صبح یا شبا که ذهنت آروم‌تره. فقط روزی 10 یا 15 دقیقه کافیه. اما چطوری این به مکالمه کمک میکنه؟ وقتی مینویسی داری یاد میگیری چطور جملات رو کنار هم بذاری. این باعث میشه توی حرف زدن هم سریعتر و روونتر بشی، چون قبل از اینکه بخوای چیزی بگی ذهنت عادت کرده به ساختن جمله‌های درست. ژورنالینگ یه پله بین فکر کردن و حرف زدن. و این فایده دیگه‌ش اینه که میتونی جملاتی که نوشتی رو بعداً مرور کنی، ایراداتو پیدا کنی و اصلاحشون کنی. این یعنی یادگیری مداوم و بهتر شدن هر روزه. تازه اگه همین یوتیوب رو هم بگردی کلی ویدیو در خصوص مزایای ژورنالینگ برای ذهن و روان آدم هست. این یعنی یه تیر و دو تانش. حالا میرسیم به دومین عادت روزانه، شادوینگ. این تکنیک یکی از قوی ترین روش‌ها برای تقویت مکالمه است. ولی شاید از خودت بپرسی اصلا یعنی چی شادوینگ، یعنی چی، چطور استفاده میشه؟ ما یه دور توی این ویدیو کامل آموزشش رو گذاشتیم که چطور باید از این تکنیک استفاده کنی، اما بیا کامل برات همینجا توضیحش بدم. شادوینگ یعنی گوش دادن به فایل صوتی انگلیسی و همزمان با گوینده دقیقاً همون چیزایی که میگه رو تکرار کن. The only thing more satisfying than convincing someone to do what I want is failing to persuade them on purpose. اینجوری انگار داری سایه گوینده میشی. اما چطور با انجامش بدیم؟ اول یه فایل صوتی کوتاه پیدا کن. میتونه یه پادکست ساده باشه یا حتی دیالوگ یه فیلم یا سریال. مهم اینه که متنش رو هم داشته باشی و اگه چیزی رو درست نشنیدی بتونی چکش کنی. بعد هر روز 5 تا 10 دقیقه وقت بذار و یه قسمت از اون فایل صوتی رو انتخاب کن. اول یه بار بهش گوش بده تا با لحن و تلفظ گوینده آشنا بشی. بعد پخش کن و همزمان با گوینده جمله‌ها رو تکرار کن. مهم نیست که اولش اشتباه کنی. همین تمرین به مرور زمان باعث میشه که تلفظت بهتر بشه و حتی لهجت خیلی طبیعی تر بشه. این روش چه فایده ای داره؟ اول اینکه وقتی با صدای بلند جمله ها رو تکرار میکنی ماجرای دهانت برای تلفظ درست کلمات تمرین میکنن. دوم اینکه با لحن و ریتم طبیعی زبان انگلیسی آشنا میشی. یعنی دیگه جمله ها رو خشک و بیروح نمیگی، دقیقاً مثل یه نیتیو یاد میگیری صحبت کنی. این نکته خیلی مهمه دیگه اینه که شادوینگ باعث میشه توی مکالمه سریعتر و راحتتر جمله بندی کنی. چرا؟ چون ذهنت با جمله‌های درست و طبیعی پر میشه و وقتی میخوای حرف بزنی همونا رو به کار میبری. و یه پیشنهاد، هر هفته سعی کن از موضوعات مختلف استفاده کنی. مثلا یه هفته فایل‌های مربوط به سفر، هفته بعد موضوعات روزمره. این تنوع باعث میشه دایره لغاتت هم خیلی سریع گسترش بده.
سومین عادت روزانه، با صدای بلند بخون. شاید بپرسی خوندن با صدای بلند چه تأثیر روی یادگیری مکالمه داره. بذار برات کامل توضیح بدم. این روش یعنی هر متنی که به انگلیسی داری، از داستان‌های کوتاه گرفته تا مقالات ساده یا حتی زیرنویس فیلم مثلا، با صدای بلند باید از روش بخونی. وقتی بلند میخونی، زبانت، گوش‌هات و حتی مغزت همزمان درگیر میشن و این باعث میشه یادگیری عمیق‌تری داشته باشی. چجوری باید انجامش بدی؟ روزی 10 تا 15 دقیقه وقت بذار، یک متن رو انتخاب کن که کمی از حد فعلیت بالاتر باشه. ببین اونقدر لازم نیست بالا باشه که نتونی بخونیش. باید با دقت به کلمات نگاه کنی و سعی کنی درست تلفظشون کنی. همین. جمله ها رو فقط با لحن مناسب بخون. اگه نمیدونی کلمه رو چطور تلفظ کنی، میتونی از یه سری دیکشنری آنلاین یا حتی خود گوگل کمک بگیری. یکی از فایده‌های بزرگ این روش اینه که به تلفظ درست و روانی صحبت کردن کمک میکنه. وقتی کلمه‌ها رو با صدای بلند میگی، ماهیچه‌های دهانت برای تلفظ انگلیسی تمرین میکنن و به مرور زمان صدات شبیه به صدای یه نیتیو اسپیکر میشه. از طرفی این روش باعث میشه که با گرامر و ساختار جمله بهتر آشنا بشی. وقتی جمله رو بلند میخونی، ذهن ناخودآگاه الگوها رو ثبت میکنه و این یعنی وقتی میخوای حرف بزنی میتونی این الگوها رو بدون فکر کردن خیلی راحت و زیاد به کار ببری. یه نکته دیگه اینه که خوندن با صدای بلند اعتماد به نفس رو هم تقویت میکنه. وقتی هر روز این کار رو انجام بدی، ترست از حرف زدن کمتر میشه و توی مکالمه واقعی راحت‌تر و با اعتماد به نفس بیشتری حرف میزنی. بهترین متن‌ها برای این روش داستان‌ها و دیالوگ‌ها هستن، چون خیلی به مکالمه نزدیکن. ولی هر متنی که دوست داری رو میتونی انتخاب بکنی، هرچی برات جذابه درسته. این نکته‌ای که پشت این قضیه هست اینه که موقع خوندن نگران محتوا نیستی. محتوا جلوته و ذهنت نباید به گرامر و کلمه و هر چیز دیگه‌ای فکر کنه. بنابراین تمام تمرکزت به روی ساختار جمله، تلفظ، لحن، لهجه. چهارمین عادت روزانه، تمرین با هوش مصنوعی. اما چطور؟ هوش مصنوعی مثل چت‌بات‌های پیشرفته یا اپلیکیشن یادگیری زبان میتونه یه پارتنر همیشه در دسترس برای تمرین باشه. با این ابزار میتونی دیالوگ‌های روزمره رو تمرین کنی، سوال بپرسی، حتی جواباتو بهتر کنی. چطور باید ازش استفاده کنی؟ اول یه موضوع انتخاب کن، مثلا میخوای درباره خرید کردن حرف بزنی یا یه مکالمه درباره سفر داشته باشی. موضوع براش توضیح بده و از چت‌بات بخواه مثل فرد واقعی باهات صحبت کنه. جوابای چت‌بات رو بخون، تکرار کن و بعد جواب خودت رو هم بنویس. تمرین رو روزی 10 تا 15 دقیقه انجام بده. یه راه دیگه‌ش هم اینه که از هوش مصنوعی بخوای اشتباهاتت رو اصلاح کنه. مثلا میتونی جملاتی که نوشتی و گفتی رو بهش بدی و ازش بپرسی کجا میتونی بهتر بشی. اینجوری نه تنها ایراداتت رو میفهمی، بلکه روش درست استفاده از کلمات و گرامر رو هم یاد میگیری. فایده این روش چیه؟ اول اینکه همیشه به پارتنر تمرینی داری. نیاز نیست نگران وقت یا پیدا کردن آدمی باشی که باهات کار کنه. دوماً بهت کمک میکنه توی موقعیت‌های واقعی راحت‌تر حرف بزنی، چون سناریوهایی که تمرین میکنی خیلی شبیه به زندگی واقعی هستن. و یه نکته خیلی مهم این که تمرین با هوش مصنوعی استرس حرف زدن رو از بین میبره، چون با یه ماشین صحبت میکنی دیگه نگران قضاوت شدن و اینا نیستی، میتونی خیلی با آرامش تمرین کنی. اصلا توی این ویدیو ما 10 تا روش برای استفاده از چت جی پی تی که شاهکاره و اسپیکینگ تو زیرو رو میکنه رو بهت آموزش دادیم. حتما ببینیش. در ضمن ما پلیلیست یادگیری زبان با هوش مصنوعی هم داریم. هر ویدئویی توی این پلیلیست بر اساس ساعت‌ها تحقیق و جستجو آماده شده. مطمئنم به کارت میاد. و اما پنجمین و آخرین تمرین روزانه، تمرین گرامر در قالب موقعیت‌های واقعی یا همون کانتکست. شاید شنیده باشی که میگن برای یاد گرفتن گرامر نباید قواعد رو حفظ کنی. واقعیت همینه. بهترین راه یادگیری گرامر استفاده از اون توی متن و موقعیت‌های واقعیه. چطور باید این کار رو انجام بدیم؟ اولا یه نکته گرامری رو انتخاب کن، مثلا زمان حال کامل یا جمله‌های شرطی. بعد یه متن کوتاه بنویس که توش از اون نکته‌های گرامری استفاده کرده باشه. میتونی درباره روزی که گذروندی یا یه داستان کوتاه یا حتی یه دیالوگ ساده بنویسی. هدف اینه که گرامر رو توی جمله‌های واقعی به کار ببری. یه روش دیگه اینه که موقعیت‌های روزمره رو تصور کنی و جمله‌های مرتبط بسازی. مثلا فکر کن توی رستوران هستی و می‌خوای غذا سفارش بدی. جمله‌ای که توی همچین موقعیتی لازم داری رو با گرامر درست تمرین کن. این کار باعث میشه که گرامر توی موقعیت‌های واقعی راحت‌تر بیاد توی ذهنت.
این روش چه فایده ای داره؟ اول اینکه گرامر رو توی ذهنت خیلی طبیعی تر ثبت میکنی. یعنی وقتی توی مکالمه واقعی قرار میگیری نیاز نیست به قواعد فکر کنی، جمله خود به خود میان بیرون از توی ذهنت. دوم اینکه این تمرین بهت کمک میکنه گرامر رو بهتر درک کنی و بتونی توی موقعیت‌های مختلف ازش استفاده کنی. یه نکته دیگه اینه که تمرین گرامر با متن خسته کننده نیست، چون داری گرامر رو در قالب چیزی استفاده میکنی که برات جذابه یا به زندگی روزمرت به نحوی مرتبطه. اینجوری یادگیری خیلی لذت بخش‌تر میشه. ما برای گرامر یه راهکار کاملا جذاب و متفاوت طراحی کردیم. قضیه چیه؟ داستان از اینجا شروع میشه که ما یه پلیلیست اختصاصی گرامر درست کردیم، ولی نگفتیم فقط قواعد رو خیلی خشک و خالی توضیح بدیم. اومدیم و هر درس گرامر رو با این موقعیت واقعی ترکیب کردیم. چیکار کردیم؟ اول برای هر نکته گرامری یه موقعیت واقعی که میتونی توش از اون گرامر استفاده کنی رو مشخص کردیم. مثلا برای حال کامل موقعیت صحبت درباره تجربه ها. بعدش یه لیست کامل از کلمات، عبارت‌ها و حتی اصطلاحات مرتبط با اون موقعیت رو هم آماده کردیم. یعنی دقیقاً میدونی توی اون موقعیت چی بگی و چطوری از گرامر استفاده کنی. ولی اینجا متوقف نشدیم. همه اینا رو تبدیل کردیم به یه مکالمه واقعی بین دو نفر. مکالمه‌هایی که موضوعات روز دنیا رو پوشش میده، مثل هوش مصنوعی، تغییرات آب و هوایی یا حتی فرهنگ و سفر و اینا. بعد این مکالمه ها طوری طراحی شدن که هم گرامر رو توی عمل ببینی، هم یه عالمه کلمه و عبارت یاد بگیری که واقعا به درد بخوره. حالا همه اینا رو جمع کردیم، تبدیلش کردیم به یه دوره جامع و کامل. دوره‌ای که نه فقط گرامر بلکه مکالمه و لغت رو هم همزمان تقویت میکنه. فکر کن با هر درس یه قدم نزدیکتر میشی به صحبت کردن مثل یه نیتیو اسپیکر. و خبر خوب اینه که لینک این دوره توی قسمت دیسکریپشن همین ویدیو هست و میتونی همین الان شروعش کنی. صادقانه بگم به نظر این روش بهترین و کاملترین راه برای یادگیری گرامر و کلمه ها به صورت عملی و کاربردیه. امتحانش کن و خود تغییر رو ببین. حالا به عنوان جمع‌بندی بیا نگاه کلی به تمام این عادت‌ها و روش‌هایی که گفتیم بندازیم. اولا که درسته که اینا خیلی قدم‌های راحتیه، ولی نیاز به زمان و تعهد داره. یادت باشه که این عادت‌ها پایه‌ترین مراحل برای شروع یادگیری مکالمه، ولی برای یادگیری کامل و حرفه‌ای یک زبان به زمان و تعهد بیشتری از 6 ماه یا چند تا عادت ساده روزانه نیاز داری. این روش‌ها کمک میکنن راهت رو سریعتر پیدا کنی، ولی ادامه دادن و تمرین مداوم چیزیه که تو رو به نتیجه نهایی میرسونه. دوماً تمرین روزانه و کوتاه درسته که مفیدن و کلید موفقیتن، اما قضیه اینه که تو باید این تمرین‌ها رو هر روز انجام بدی. لازم نیست وقت زیادی بذاری، فقط کافیه روزی 15 دقیقه وقت بذاری. حتی میتونی این زمان رو به وقت‌های مرده‌ای مثل وقتی که داری ورزش میکنی، پیاده روی میری یا بعد از کار روی تخت داری استراحت میکنی اختصاص بدی. نیاز نیست همه این عادت‌ها رو هر روز انجام بدی، ولی حداقل 3 تاشو انتخاب کن و روزانه انجامشون بده. استمرار حتی توی بازه‌های خیلی کوتاه خیلی مؤثر از تمرین‌های طولانی مدت و پراکنده است. سوماً کمیت اینجا مهمتر از کیفیته. فقط باید انجام بدی قضیه رو. لازم نیست تمرینات کامل باشن یا دنبال نتیجه فوری باشی. کیفیت ایدئال رو از ذهنت بنداز بیرون و فقط انجامش بده. هر بار که تمرین می‌کنی داری یه قدم کوچیکی به سمت بهتر شدن برمی‌داری. یاد باشه که تعداد و مداومت تمرین‌ها خیلی مهمتر از اینه که تمرین خیلی با کیفیتی انجام بدی. این یعنی حتی اگه اشتباه کنی مهم نیست، چون تو در حال یادگیری هستی و این تنها چیزیه که اهمیت داره. چهارم، به جای تمرکز روی اکورسی، روی فلوئنسی یا روون صحبت کردن متمرکز باش. یه نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که توی تمرینات روی روان صحبت کردن تمرکز کنی، نه اینکه همیشه جملاتت رو دقیق و بی اشتباه بگی. روان صحبت کردن یعنی که بتونی بدون مکس کردن یا فکر کردن زیاد صحبت کنی. مثلا اگه گفتی he go to school yesterday به جای اینکه بگی he went to school yesterday، مشکلی نیست. تو داری با روان صحبت کردن تمرین میکنی و این به مرور زمان باعث میشه جملات درست‌تر هم بشه. ولی اگه از اول بخوای جملات رو کاملا درست بگی ممکنه جرأت حرف زدن رو از خودت بگیری. پنجم، یه سری منابع کمکی هم در اختیارت هست. اگه دنبال یه سری منابع هستی که بتونی تمرین بیشتری داشته باشی، ما یه سری مجموعه کتابچه‌های کاربردی طراحی کردیم. یه سری فریزبوک هایی که شامل عبارات و جمله‌های مورد استفاده توی موقعیت‌های واقعی ولی روزمره است. هر عبارتی با کلی مثال و توضیحات اومده که بهت کمک میکنه چطور
توی مکالمه واقعی ازشون استفاده کنید. این کتابچه‌ها برای یادگیری سریع مکالمه و تقویت عبارات روزمره عالی‌ان. لینک خرید این منابع رو داخل دیسکریپشن میذارم، یه نگاهی بهشون بنداز. خب با این وجود به من بگو ببینم منتظر چی هستی؟ همین امروز شروع کن دیگه. این عادت‌ها رو باید دونه به دونه به زندگی روزمرت اضافه کن. شاید این تمرین‌های کوچیک یه سری تغییرات بی‌نهایت بزرگ ایجاد کنه. در ضمن میتونی از این پلیلیست اسپیکینگ ما هم به عنوان تمرین‌های اضافه‌تر استفاده کنی و هر کاری که بهت گفته رو انجام بدی. توی ویدیو بعدی می‌بینیم.